سلام دوستای عزیز، امیدوارم روز خیلی خوبی رو گذرونده باشین. واسه من که امروز خیلی روز پرکاری بود، به همین خاطر خواستم یک دمنوش درست کنم که خیلی آرام بخشه. گفتم واسه شما هم توصیه کنم. من آبجوش و نبات و با مقداری عناب و دارچین و چای سفید و آویشن رو ریختم داخل استکان، داشتم یکم دم کشیده. اما میخوام یکم دارچین ساییده شده بهش اضافه کنم. هم میزنم، آماده خوردنه. من قبلا این استفاده کردم، واقعا عالی شده. واسه شما هم توصیه میکنم.